هذا النور شفاء صدور. به نام خداوندی بخشاینده و مهربان نهایت پررحم. اما بعد، صحبت با حضرت آدم علیه السلام. نامت چی بود آدم؟ فرزندی که مرا نه مادر است و نه پدر، اولین یتیم خلقت، جای تولدت بهشتی پاک، محل سکونت زمینی خاک، آن چیز که به گردن نهاده ای امانت، قدت روز چنان بلند که همسایه خدا، اینک به اندازه سایه بختم بر روی خاک، اعضای خانواده هوای خوب و پاک، قابل خشمناک حابل زیر خاک. روزی تولدت روز جمعه، به گمانم روز عشق، رنگت اینک فقط سیاه، ز شرم چنان گناه، وزنت نه آنچنان سبک پرم در هوای دوست، نه آنچنان وزنین که نشینم بر این خاک. جنست نیم مرا از خاک، نیم دیگر از خدا، شاهی تو خدا، نام وکیل آن هم خدا. جرمت یک میوه از درخت وسوسه، تنها همین است و همین. حکمت تبعید در زمین، همدست در گناه هوای آشنا. آیا ترسیده ای؟ کمه. از چی؟ از آن که شوم اسیر خاک. آیا کسی به ملاقاتت آمده است؟ بله. کی؟ گاهی فقط خدا. دلتنگ گشته ای؟ خیلی زیاد. برای کی؟ تنها خدا. برهان و سند داری؟ بله. چی؟ 2 قطره عشق. ضامن داری؟ بله. کیست؟ تنها کسم خداست. در آخرین دفاع میخوانمش که چنان اجابت کنند دعا. البته این صحبت هم صحبت های حاکمانه است که حکیم آن را در شکل نصیحت در آورده است. باقی خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.